حاضی با اکا شاهین عبدالله زنگ میزنیم با وای گشته میگویم اکا جان سلام علیکم، من یک مخلص اشدی شما هستم. میخوام که همین سروده که در خانه اوچه باشد، دولتی بچه باشد، همین سرود رو یک چهار مصرعش رو با صدای زنده برای من بخونید. میبینین که اکا شاهین اکا مخلصانش رو قدر و قیمت کردن میخواند یا نه. انتظار باشه. من نمره اکا را 4-5 رسید کفتم، نام نمره رو سیفتم. اینه اکا شاهین. زنگ میزنیم با اینا گرام کس کرده دوگ رفت. سلام علیکم. سلام علیکم. اکا جان سوزن خوبه؟ سلامتی خوبه؟ میشوار رحمت. اکا جان شما اکای شاهین هستید ها اگر خطا نکنم؟ بله من یک مخلصی اشدی شما هستم اکای من، که من همین چند سالشی سرودایش من بسیار گوش میکنم و زیاد مخلصی همین یک سرود دارم که برای اوچه خواندگی که در خانه اوچه باشد، دولتی بچه باشد. زیاد میخوام اکا جان که همین 1-4 مصرع از همین سرود رو برای من با صدای زنده زمزمه کنید. من میخوام یک بار میکنم یعنی خواهید تمپیراتور 39 خطی گشتیستم. همین 1-2 مصرعش انده بخونید من شاد شم اکا جان. من زیاد مخلص همین سرود هستم با اهل اویله. در خانه اوچه باشه، دولتی بچه باشه، هر روز بچه کنه نوز بردار اوچه باشه. آمین برم دری اوچه. هزار رحمت اکای من، هزار رحمت که این از سخن من. خداوند شفای کامل کنه. خداوند شفای کامل تامته. من اکا جان جانبه هستم، هنرمند تئاتر و سینما، رژیسور. در برنامه ثبت میکنم و در آخر برنامه میگم که باز با کدام هنرمند زنگ زنم. زیاد مخلصان شما در کامنتر می نویسن که با اکای شاهین عبدالله زنگ زنید و خواستم با شما زنگ زنید شما رو یک بسنجم کنی با اهل مخلصانتون چی خیلی گپ و گفتار میکنین که شما بهترین انسان، بهترین انسانی، بهترین هنرمند خاکسار بدستین. هزار رحمت اکا. خداوند با قولهای بلندی روی صنعت برسانتون اکا. خداوند نگهبانتون باشه. خداوند شفای کامل تون بده. خوب اکا. خوب رحمت. دوستان عزیز، کدامایی که شرکت های کارهای تازه دارد، کدامایی که در فبرنه یا اتمی کار میکنه، کدامایی که نو اینترنت مگزین شده گن، کدامایی که آبهای نو، ساکهای نو میبرن، میتونین به من مراجعت که من در برنامه هم، در صحنه هم، در یگان چیزام رکلامتون میکنم. یا اینکه رفته بلوخ میسنه خودم صحبت کرده، رکلام کرده ورده، یا در استوری اینستاگرام یا تیک تاک هم ده، یا در همین صحیفه هم پوبلیکاسیونش هم در رکلام کرده میپرتم. 50% تخفیف در رکلام هم رفیسه. خیلی اکای شاهین عبدالله زنگ زدیم، بسیار یک انسانی خاکساری زمینی بده. دوستان عزیز، واقعی زنده و سلامت سربلند باشین. با کدام رکلام دار که باشد، در لیچکای جان رژیسور نویسید. زنده باشید.